با آغاز گردیدن مقسیم آبازی در حدود جمهوری تاجیکستان، شهروندان بخصوص کودکان و نورسان در موضع‌های ممنوع به شغل شناوری مشغول می‌شوند. قابل ذکر است که در حدود ولایت ختلان بخصوص در حدود ناحیه کوشانیان یکی از موضع‌های ممنوع محض همین منطقه می‌باشد. موافق تحلیل متخصصان کمیته حالات فوق‌العاده و مدافع گرژنی در ولایت ختلان، نوابسته از گذراندن کارهای فهماندهی و تدبیرهای مؤثر جهت پیشگیری از حادثه‌های غرشوی، شهروندان بخصوص کودکان و نورسان در موضع‌های ممنوع منتظم به شناوری مشغول می‌شوند. شورای ریاست کمیته حالات فوق‌العاده در ناحیه کوشانیان پتالکان قوازاده دولتبek خوبان امروز با در ناحیه کوشانیان در جماعت شهرک دختریان در دهه سر حوض قرار دادیم که به همگان معلوم است که در از حدود ناحیه کوشانیان 40 کیلومتر دریای بخش می‌گذرد از سوی چپ دریای بخش یکی از منطقه‌های خطرناکی که در ناحیه کوشانیان جایگیر میباشد. این جماعت شهرک دختریان دهه سر حوض قرار داریم. در همجا از تمام جمهوری مهمانان اومده آبازی میکند. جایی که ناچیز ممنوع است نتیجه شده که دیدار بشود از همینجا اومده آبازی وقت در وقت آبازی نگذاشتن قاعده‌های شناوری را رعایت نکرده در آب غرق میشود. این شرط بگیریم در همین دریای بخش آبازی کردن عموما ممکن نیست، برای که جریان آب تیز است، هم ممکن نیست، هم بروش آب هست، دیدارها هست، ممنوع هست که در همینجا آبازی کردن قطعاً منع است. نوابسته از آنکه که از جانب مسئولین در این موضع‌های ممنوع شعار و آویزه‌ها تحت عنوان آبازی منع است وصل کرده باشد، هم بعضی از شهروندان دیده و دانسته در این موضع‌ها به شناوری مشغول می‌شوند. نوابسته از آنکه که در اینجا علامت‌گذاری گذاشته شده است که در اینجا آبازی کردن قطعاً منع است. مهمانان شهروندان اومده دیگه در همین علامت‌گذاری دیده و دانسته خونده اومده در جایی که ممنوع است در همجا آبازی میکنند. کارهای فرماندهی از طرف شورای حالات فوق‌العاده در ناحیه کوشانیان در همه منطقه‌های خطرناکی که شهروندان آبازی میکنند در با مرام ادامه داشته. کارهای فرماندهی دادن براشورها، چاپ کردن در گازیتا و در اخبار عامه مفصل‌تر مراجعتنامه‌ها به هر یک شهروند دسترس کرده شده. همین خیلی کارهای تدبیری حادثه‌های غرقشوی مرحله به مرحله در همین حدود ناحیه کوشانیان در منطقه خطرناک با مرام ادامه دارد.